میکنم که بعضی انسان ها در زندگیشون نقش خودشون اونقدر میگذارن که دیگر چون نقش در بالای سنگ و تاجیکان و این کار دوستی بسیار عزیز و جوان و ارجمند ما تاجیکان علی دهباشی به جا آوردن. من خیال میکنم که کاری که علی دهباشی برای پیوندگری ایران و تاجیکستان کردن هیچ قدم رو نتونستیم بکنیم و در این جاده من خیال میکنم که ایشان اصلا خستگی رو نمیدونم. من میدونم که برای آفریدن، برای ساختن و برای بنا کردن یک واژه، یک کلمه، یک حرف چقدر روح، چقدر سلامتی، چقدر صحتی، چقدر بخت و سعادت ما باید قربان کنیم. آقای علی دهباشی کل زندگیش برای واژه آریانا، ایران، تاجیکستان و افغانستان گذاشته است و مجله ایشان کیلک و که الان بخاراست در پیوند کردن سه مملکت، هم ایران، هم افغانستان و هم تاجیکستان اون کاری کرده است که خیال میکنم که سیاستمدارا در طول 100 ساله ها و این موفق نمیشه.